سلام بچه ها، به چنل ملیحه فود خوش اومدید. امیدوارم که عالی باشید. امروز اومدم با یه آموزش پیازداغ سوخاری و ترد و طلایی و خوشمزه. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بعد از یک وقفه تقریبا کوتاهی که افتاد به خاطر مسائلی که میدونید، برگشتیم با یک آموزش خیلی ساده ولی کاربردی. شاید بگید آقا این مثلا چرا آموزش خاصی نداره، ولی چرا؟ تو اینستاگرام نزدیک به 1 میلیون نفر استقبال کردن از این آموزش. حالا اومدیم آموزش پیازداغ طلایی و ترد و خوشمزه رو کاملتر براتون توضیح بدیم. خب اول آقا بگیم که این پیازداغ که ما میخوایم الان درست کنیم به درد چه غذاهایی کاربرد داره؟ پیاز کلا غذا رو خیلی خوشمزه میکنه، خیلی مخصوصا تو آش، توی خورش قیمی که پیازداغش باید فراوون باشه. تو آشا هم که دیگه همه میدونیم پیازداغش باید عالی باشه. ولی یه کاری که جدیدن انجام میدن، حالا جدیدن هم نیست، میون پیاز رو حالا وقتی که خورد کردن میریزن تو آب جوش و این کار خیلی اشتباهه، چون تمام طعم و مزه پیاز از بین میره بعد از خورد کردن. آره دی، وقتی که خورد میکنن میخوان پیاز خوش بشه میریزن توی آب جوش که مثلا بعد دوباره اون تو آبکش میریزن آبش بره بعد سرخ کنن. اصلا من خودم بارها گرفتم پیازداغ آماده، اصلا خوشمزه نیست. ولی این روشی که من بهتون آموزش میدم، نه مزه پیاز از بین میره نه چیز دیگه. اون پیاز باید یه اصلی داشته باشه دیگه. خب بریم سراغ خورد کردن. نه شما خورد کن، ولی با اون چه خورد کن. حالا من این پیازا رو، بهترین پیازم برای پیاز زرده. از پیاز سفید و قرمز اصلا استفاده نکنید. بهترین پیاز زرد. خب حالا بریم برای خورد کردن پیازمون. حالا من پوست پیازم کندم و شستم. پیاز رو به دو نصف تقسیم میکنیم. ببینید از این قسمت پیاز ما خلالی ریز ببینید. اگه بخواید پیازداغتون خیلی ترد باشه باید پیازتون ریز خلال بشه. میتونید این کار رو با دستم انجام بدید. الان من با دستم بهتون نشون میدم. خب این برای رو تخته بود. اگه خواستین با دست انجام بدین، ببین به این از این قسمت ببینید. تو همین حین یه تلفات هم دادیم. بله. که یه کاتی خورد. اینقدر چاقو تیز بود. بچه‌ها خیلی مراقب باشید. نشون بده. ببینید. هر چقدر حرفه‌ای باشی تو آشپزی، چاقوی تیز و برنده ممکنه آسیبزا باشه. بله. چقدر قشنگ خلالی شده. میتونین با این دستگاه خورد کنم اگه دارین خلال کنین. دایسر ها؟ نه از این غذا سازا هست. ماسر ها. اونا که خب بده من انجام بدم بگم چجوری بود. نه دست شما میبره. نه پور از من خودم سال‌ها تجربه. مواظب باش. چجوری بود؟ ببین از وسط نصف کن، مواظب باش. وسط نصف میکنیم. از این قسمت ها خیلی نازک. آفرین. خب این قشنگ مونده. اینم سریع. شما یک کوچولو آب بیار ماما. از شیرم بیاری. پیازداغ آش رشته رو خوشمزه میکنه. کشک بادمجون بعد واسه کشک بادمجون فراوون باشه. باید فراوون باشه. کلا پیازا خیلی غذا رو خوشمزه میکنه. همبرگر هم شما تو بعضی از رستوران ها دیده باشید، پیاز کاراملی. حالا اونطوری ترد و خشک نیست ولی خب کاراملی. خب الان باید چیکار کنیم؟ خب الان این پیازامون آماده شد. خب الان میخوایم پیازمون چی بشه؟ اصلا ما نمیخوایم نه پیاز رو بجوشونیم به اون روشی که گفتم، چون تمام خاصیتش از بین میره، بعد اصلا عطری نداره. میایم با آب و نمک پیازمون رو ترد میکنیم. خب الان تو یه کاسه کوچولو مثلا برای این مقدار پیاز اندازه یه قاشق نمک، یه قاشق غذاخوری کم، ببین اندازه این، با یه کوچولو آب نیاز داره، اندازه 2-3 قاشق برای این قسمت. اندازه یعنی ما نصف فنجون آب برداشتیم. آره. تقریبا یه قاشق نمک برداشتیم واسه 2 تا پیاز متوسط. پیازش درشت بود. مثلا اگه پیاز ریز باشه اندازه 4 تا میشه. این پیاز درشت بود. یه آب نمک غلیظ ما میخوایم. یه آب نمک غلیظ میخوایم. از این آب نمک غلیظ چقدر میریزیم توی این پیازمون؟ یه قاشق. حالا بریم سراغ درست کردن. یه چسب دیگه بده سینا جان. بریم یه چسب دیگه داشته باشیم که بعد جور تلفات دادی. تلفاتمون سنگین بوده. بله.
چقدر بدجور بارید که خب دیگه تو آشپزی پیش میاد از این چیزا. یه آبکشو یه کاسه کوچیک حالا دم دستتون باشه که پیازا وقتی سرخ شد بعد بریزیم داخل آب. روشن کنم. اون مایتابه هم بده. یه نکته هم بهتون بگم همیشه پیاز رو توی مایتابه گود سرخ کنید. روغن فراوون میخواد دیگه. روغنش آره دیگه روغنش فراوون باشه. بعداً اگه پیازتون زیاد باشه که زیاد اضافه نمیاد ولی اگه کم بود میتونید باهاش بعداً بادمجون سرخ کنید. با روغنه. با روغن خیلی هم خوشمزه میشه. پس یعنی دور نریزن روغنو. اصلا. بعد میتونن مثلا اگه پیازش هم اگه روغن اضافه کنید میتونه هی تون پیاز باهاش سرخ کنید. نه اگه میخواین یه دفعه پیاز سرخ کنید که اصلا اضافه هم نمیشه. خیلی از این روش کسب درآمد هم میکنن دوستان چون به حال گرونه پیاز داغ آمادش و درست کردنش هم خودمون زحمت داره. الان بعد از این ویدیو هم خود ما هم کل خونه هم کل ساختمون با پیاز داغ میگیریم. و پیاز داغو فریز کنن میتونن به عنوان زمانی که حوصله ندارن پیازو حالا تف بدن و سرخ بدن از فریزر در بیارن و دیگه بریزن تو غذاشون. فقط آخرین مرحله مثلا شما اگه میخواین خورش درست کنین خورش قرمه سبزی اول گوشتتون رو بذارید تف بخوره بعداً پیازو بریزین چون پیازمون آماده است دیگه. اگه از اول بریزین پیازتون میسوزه. خب روغن که داغ شد پیازو بهش اضافه میکنیم. منم از روغن سرخ کردنی استفاده کنید بچه‌ها. این اشتباه رو نکنید. روغنایی که نوشته مخصوص پخت و پز اون اصلا برای سرخ کردنی نیست. بچه‌ها بعد شعله گاز زیاد باشه. زیاد هم نه متوسط. مثلا برای همین مقدار باید متوسط باشه. ولی چون گاز ما آخراشه یک کوچولو شعله‌مون کمه. بعد از کجا بفهمیم دیگه موقع اون آب نمکی که گفتم موقعی که پیازا سبک میشن میان به سمت بالا اون موقع بعد آب نمک رو بهش اضافه کنیم یه هم بزنیم و بریزیم توی آبکش که قشنگ روغن اضافهش خارج بشه. بعد بالا سرش بایستیم که نسوزه. تون هم بزنیم. خب بچه‌ها بعد از یک رو پیازا ببینید سبک شده اومد بالا. الان موقع اضافه کردن یه قاشق آب نمکی که درست کردیم. یه نکته هم بهتون بگم اصلا تو همون مدت رهاش نکنیم بالا سر پیازتون باید باشه. خب ببینید پیازا سبک شدن. الان دیگه موقعی که بریزیم توی این آبکش. اینجا اگه یک لحظه غفلت کنن میسوزه دیگه. ببینید پیازا قشنگ داره ترد میشه. خب بچه‌ها پیازمون آماده شده. ببینید قشنگ اصلا احتیاج نداشت. ببینید خودش اومده رو سطح روغن سبک میشه. میریزیم توی آبکش. بعد روغن اضافهش رو با پشت همین قاشقمون میگیریم. بچه‌ها ممنونم که تا اینجا ویدیو همراهمون بودید. 2 تا پیاز گنده فقط شد یک کوچولو پیاز ولی عجب عطری داره بچه‌ها. سینا ببین بافت فقط نشون بده. کاش عطرش هم میتونستم بهتون انتقال بدم. خیلی عالی شده. حتما درست کنید و لذت ببرید. کانال رو سابسکرایب کنید، زنگ در فعال کنید تا آموزش بعدی. خدا نگهدار.